چالش 10 تا غذا ایرانی مخصوص گیاهخوارا قسمت 6. به اندازه یه قاشق غذاخوری روغن می‌ریزیم. بعد پیازامون که خللی کردیم توش می‌ریزیم. اینطوری. دقیقه که تفتش دادیم لازم نیست اتفاق سرخ بشه یا اتفاق خاصی بشه چون قرار همش با هم بپزه. این سبزی آشمون رو بهش اضافه می‌کنیم. Oh my gosh! یا اول بس الان که سبزیمون قشنگ یخش باز شده و نوبت ریختن برنج نیم دونه دارم بهش اضافه می‌کنم. گذاشتم خیس خورده قشنگ نرمه برای اینکه لعاب بزنه. عدسم هم می‌ریزم توش. برنجمون رو بهش اضافه کنم. واو! به به. این هم از ترش تره ما. نوش جان.